نزدیک 50 شهروند چین یا خطای که در کارخانه جونتای دنقره سینسیل و تکستیل کار میکنند با نشانه های ضرورشوی به بیمارخانه نویه دنقره مراجعت کردند. این کارخانه مشترک صنعتی سال 2016 در دنقره بنیاد شد و در آن شهروندان چین و تاجیکستان کار میکنند. یک منبع از حکومت ولایت ختلان روز 26 ایول سال 2023 در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه آخر هفته گذشته رخ داد و شهروندان جمهوری چین به پزشکان مراجعت کردند. در جای کار سرشان چرخ زده افتادند و قی کردند. فوراً به بیمارخانه مراجعت کردند و پزشکان آنها را تشخیص کردند. معلوم شده است که آنها از هوای آلوده با گاز نفس کشیده به چنین حالت افتادند. خودشان کدام تجهیزات را نادرست استفاده بردند. گفت او مقامات نویه دنقره حادثه را تصدیق کردند، ولی گفتند تعداد آنهایی که به بیمارخانه مراجعت کردند زیاد نبودند. قهرمان کمالوف سردختور بیمارخانه جمهوریوی در دنقره گفت این جدی نبود، مراجعت کرده بودند، دیدیم. حالا یگان نفرشان در بیمارخانه خوب نیستند. به بیمارخانه جمهوریوی تنها 2 نفر مراجعت کردند. این مقامدار شرح نداد که بر اثر چی شهروندان چین به چنین حال گرفتار شدند. معلوم نیست که در این کارخانه حالا چه تعدادی از شهروندان چین کار میکنند. مقامات قبلا گفته بودند که در این کارخانه 600 نفر کار میکنند، ولی معلوم نیست که چند نفر از آنها شهروندان چین هستند. حکومت تاجیکستان در نویه دنقره به کشاورزان چین بیش از 14,000 گکتار زمین را برای کشت پخته داده است. مخالفان حکومت را پیوسته برای به امتیازهای ناچیز به شرکت‌های چینی دادن کان‌های طلا و زمین‌های کشت تنقید می‌کنند.